پیشنهاد میکنم این بستنی خوشمزه رو حتما امتحانش کنید. یه 2 موز بزرگ لازم دارین، خوردش کنین، بعد توی پلاستیک فریزر یا توی ظرف دردار بریزید و بذاریدش تو فریزر تا یخ بزنه. بعد از اینکه موزاتون یخ زد بریزین توی ظرف غذاساز، یه بسته بیسکویت مادر بهش اضافه کنید. از هر بیسکویت دیگه هم میتونید استفاده کنید، اما بیسکویت مادر واقعا طعم نوستالژی و خوبی داره. به یه پاکت خامه صبحانه نیاز دارین و 1 مشت گردو که واقعا طعمش رو عالی میکنه. ظرف غذاسا رو میذارین کاملا با هم ترکیب بشه. بعد از اینکه ترکیب شد و آماده شد، داخل یه ظرف دردار میریزید و میذارید به مدت 3 ساعت توی فریزر بمونه. بعد از 3 ساعت از فریزر خارج میکنید و بستنی شما آماده است. واقعا طعم بی‌نظیر و خوشمزه‌ای داره. پیشنهاد میکنم حتما از این طعم بستنی درست کنید و بخورید و لذت ببرید.